10 غذایی که پیرت میکنه. به کانال سلامت فکتوری خوش اومدین. اگه همچین کلیپایی رو دوست داری پیجمون رو سابسکرایب کن، زنگوله رو هم فعال کن. بزن بریم سراغ آموزش امروز. 10 تا از مواد خوراکی که پوستت رو نابود میکنه. شماره 10 شکر. بله، همین شیرینی خوشمزه دشمن کلاژنه. حالا با خودت میگی کلاژن چیه؟ کلاژن یه نوع پروتئینیه که پوست رو به هم میچسبونه. به طور عامیانه یه جور چسبیه که بدن ما میسازه و پوستمون رو محکم و سفت نگه میداره. شماره 9 نوشابه های رژیمی. ظاهرشون بی‌ضرره ولی واقعا قندی که دارم باعث پیری میشه. حالا با خودت میگی چطوری؟ توی نوشابه اسید فسفوریک خیلی زیاده. همین باعث میشه که مواد مغذی توی بدن به خوبی جذب نشه. شماره 8 گوشت‌های فرآوری شده مثل سوسیس و کالباس. حالا با خودت میگی مگه اینا چی دارن؟ سدیم داره، نیترات داره، مواد نگهدارنده داره. مصرف زیاد این نوع گوشت‌ها باعث ابتلا به سرطان و التهاب‌های پوستی بشه و باعث تیرگی پوست هم میشه. شماره 7 نان سفید. نونهای سفید سبوس و جو و گندم رو ندارن و همچنین آمینو اسید و ویتامین های به بدن اضافه نمی کنن و همین دلیل باعث پیری زودرس پوست میشن. شماره 6 کره مارگارین. این نوع کره ها حاوی چربی ترانس خیلی زیادی هستند. شماره 5 چیپس و پفک. این نوع مواد غذایی غیر طبیعی که خونگی هم نیستن به علت دارا بودن مواد فرآوری شده و همچنین مواد افزودنی غیر طبیعی باعث التهابات پوستی میشه. شماره 4 غذاهای سرخ کردنی. این نوع غذاها به دلیل چربی زیادی که دارن التهابزان که باعث بسته شدن منافذ پوست و ایجاد جوش و آکنه میشه و در بعضی موارد قرمزی، تورم و خارش پوست رو به همراه داره. شماره 3 نوشیدنی های الکلی. این نوع نوشیدنی ها سرشار از قند هستن. حالا اگه به سلامت پوستت اهمیت میدی مصرفش با خودته. شماره 2 فست‌فودها. این مواد غذایی سرشار از قند مصنوعی و نمکن. همین باعث میشه پوستت چرب بشه، باعث افزایش سطح کلسترول خون میشه و خون رسانی بدن رو با مشکل روبرو میکنه. فشار خون بالا باعث میشه رنگ پوستت تیره بشه، زیر چشمات پف میکنه و یک چهره مسن بهت میده. و در نهایت شماره 1 که بمب پیری زودرسه، کمخوابی. آره، کمخوابی باعث میشه رطوبت سطح پوستت کاهش پیدا کنه، چین و چروک روی پوستت بیشتر میشه و در نهایت آکنه و التهاب به مرور زیاد میشه. پس اگه به سلامت پوستت اهمیت میدی این 10 تا نکته‌ای که بهت گفتم رو رعایت کن. و در نهایت اگه همچین کلیپایی رو دوست داری سابسکرایب کن، زنگوله رو هم بزن تا از ویدیوهای بعدی با خبر بشی. تو بگو موضوع بعدی چی باشه؟